ҳазрат ҷон ба корча задан, нагуфт да куҷо ба корча задиян мара. бачам гуфт ҳамин одами мара ба корча зада бибинед мусулмона ё кофир. падар гуфт фарқиш чи кушанда мусалмон бошад. гуфт бинед, дидан гуфтан кофир аст. гуфт алҳамдулиллаҳ. гуфтан чаро та алҳамдулиллаҳ мегӣ? гуфт агар кушандаи ман мусалмон мешид худо азобаш медод. ман намехоҳам барои ман як мусалмон азоб бакашад. ман намехоҳам барои ман шида уммати расулуллоҳ азоб бакашад. ҳола азоб мекашам, он кофир аст азоб кашидан. ва 2 рӯз бемор шидан. сеюм рӯз ширақати хурмо хӯрдан ки айрудаш буромад, фаҳмид ки аз дунё меравад. бачаҷон гуфт бира Оиша модарро бигӯ ки иҷозат метаҳад қабри мара дар бари расулуллоҳ бикун. нагӯ ки амиралмуъминин мега ки бага амри амир воҷиба итоаташ. бира бигӯ Умар бачаи хато мега. Абдулло омаданд гуфтанд модарҷон, падарам ҳамин хоҳиша дорад. гуфт Абдулло валлоҳи ҳар бори пайғамбар номи отаи мара мегирифт, номи отаи тарам мегирифт. иҷара ман барои худам монда будам, лекин ман розиам ки Умарро биёранд дар бари расулуллоҳ бикун. ببین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از چه حالت به چه حالت آورد رفیقاشا دوستاش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز فتح مکه ابو سفیان با حضرت عباس گپ زده و میگه 22 سال با محمد صلی الله علیه و سلم مقابلیت کردیم. این روز او نعوذ بالله قبیح قتی نمیدونه که چند لحظه بعد ایمان میاره. نگاه کن نمیدونه چند لحظه بعد مسلمان میشه ابو سفیان. محمد یتیم این روز با کبر و غرور میاد مکه را میگیره، هم تو شمشیردار کشید. گفت اگر محمد طرف خانه ما بیاد پاره پارهش میکنه. همون حالت حضرت جان 10,000 لشکر قتل درآمدن. آوای دیده در پاره روز یکم کلمه‌اش چی بود؟ کسی در خانه ابو سفیان نکشید. ابو سفیان حیران شد. گفت عباس من یک محمد بعد میبینم محمد یک مرا دوست می‌داره. من اگر برم ایمان بیارم ایمان مرا قبول میکنه. من امیر حمزه را نقشه کشیدم شهید کردم. گفت بله. گفت یکی اگر من عرض بکنم ایمان مرا قبول نکنه اسلام من چیکار کنم؟ گفت همون عذرهایی که برادرای یوسف برای یوسف خوانده بودن تو برای رسول الله بکن. حضرت جان آمدن گفتند بلال مقدس ترین مکان حالی در نزد خدا مکه، لیکن ای بلال حالی تو در نزد خدا ای مکه بزرگی خیلی بالای مکه برو اذان بو. ابو سفیان دید بلال اذان گفت گفت عباس واقعا دین محمد دین حق است. گفت چرا؟ گفت غلام سیاه دیدی؟ زمانی در خاک خون آغشته بود. بزرگی دین ابی غلام ای کجا کجا برد ما از کجا به کجا و آمد رو پروی رسول الله عرض کرد. حضرت جان رو گردوندن 3 بار 4 بار همون عذرها را کرد. همون جواب حضرت یوسف برای برادرش داده بود رسول الله برای ابو سفیان. دیگه کلمه‌اش چی بود؟ کسی در خانه هند است. هند زن ابو سفیان است. جیگر امیر حمزه را خویده بود. گوشای امیر حمزه را برد. گفت کسی در خانه هند است نکشین شد. هند گفت اینقدر روز محمد مرا احترام کرد او هم اومد مسلمان شد. بچه ابو جهل گریخت. گفت آیا محمد زنای ما را گرفت؟ خانه ها را گرفت؟ گفت نه همه را آزاد کرد. بچه ابو جهل هم اومد مسلمان شد. اخلاق پیامبر را دیدی چقدر اخلاق است. اخلاق خوب در درجه انسان بالا میبره. یه نفر تا حال ایمان نآورده بود میگه من نعوذ بالله نسبت به محمد اینقدر نفرت داشتم. رفتم رسول الله با صحابه ها در مسجد بود من راستا پیشاب کردم. میگه صحابه های حبیب خدا چی گفتن؟ مه یا رسول الله. وای وای حضرت جان این چیکار کردی است؟ اجازت سرش از بدن جدا کنیم. حضرت جان فرمودن ما انسان های مسجدی هستیم، ای غیر مسجدی باید فرق کنیم. مانن پیشاب شد تا آخر کنم. فریادش کرد گفت برادر اینجا مسجد هست. این جای مقدس ترین مسلمان ها هست. اینجا جای پیشاب کردن نیست. میگه لحظه فکر کردم شخصیتم شخصیت مقدس و مکانم مکان مقدس، اما در مقابل این عمل زشتی ما اینقدر مهربانی جواب. اگر پیش پدرم دا میکردم یا شلاق میزد، پیش رفیقم دا این کارا میکردم میگفت تو برادر من هستی مرا حرمت نکردی در پیش من پیشاب کردی. این کی است که از پدرم بالا و از رفیقم رفیقتر و رفتن چیکار کردن؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله افته ایمان دارم. پس اخلاق حمیده حبیب خدا را دیدن ایمان آورد. همه ما اهل سنت و الجماعه ایمان داریم که بعد پیغمبر بزرگترین کی است؟ ابوبکر صدیق است. ابوبکر است؟ همه حضرت جان
میآید دخترچش ببین شرم نمیداره، میآید دخترچش میپرسه که دختر جان کنی ببین من همه سنت های پیامبر اجرا میکنم یا نمیکنم. گفت آتا جان همه سنت ها رو میکنی یکی از سنت نمیکنی. گفت بچه‌م کدام سنت ها؟ گفت همین همسایه یهودی این نابینایی داریم که حضرت جان هر روز میبره افقاتش میته، آتا جان شما نمیکنی نمیکن. فردا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و ارضاه پیش از حبیب خدا افقات برد، اون مرد که افقات دادن گرفت. اون مرد سوال کرد که اون مرد که هر روز مرا افقات میداد کجاست که این روز تو آمدی؟ حضرت ابوبکر گفت تو چشم بینا نداری، اون مرد از من چه خیلی فرق میکنی؟ گفت اون مرد کسی بود که خیلی بوی خوب داشت، من همون بو را حس نکردیستم. عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها میگه حبیب خدا می اومد من از خواب بیدار میشیدم. گفتن ناراحتت میکرد؟ گفت بوی خوش حبیب خدا مرا از خواب بیدار میکرد. روز حضرت علی رضی الله تعالی عنه آمد، فاطمه دختر حبیب خدا بیرون برآمد. حضرت علی گفت فاطمه پدرت آمده بود؟ گفت کسی خبرت کرد؟ گفت نه، بوی خوش و شالم در خانه ماندگی هست. حضرت جان عجیب بوی زیبا داشتن. دویم گفت وای مرد نسبت من خیلی مهربانی میکرد، تو نتونستی سی مهربانی کرده. و سوم گفت ای دستی او من هر چیزی میخوردم معدم حل میکرد، ولی مرا معدم حل نداره، تو او مرد نیستی. حضرت ابوبکر حیران ماند، گفت پدر با او مرد صحبت میکردی یا نمیکردی؟ گفت بله. گفت درباره چی صحبت میکردی؟ گفت میگفتم هوشیار شو، نعوذ بالله در همین مدینه یک محمد جادوگر پیدا شده، همه را از دین باباگیش میبره، دین خچه یاد دسته. گفت بعد شنیدن این کلمه ها معاملش چه خیلی میشید؟ گفت مهربانیش دوباره تر میشید. پدر میدونی آن مرد که است؟ گفت نه. گفت خودی محمد صلی الله علیه و سلم. گفت من این قدر تحقیرش کردم و او قدر مرا دوست داری؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پس اخلاق خوب، اخلاق حمیده انسان از چه حال به چه حال میبره. یکی از قصه ها و صحابه ها را واقعش نقل میکنه، میگه تا حال من ایمان نداشتم، اینقدر نسبت محمد صلی الله علیه و سلم نفرت داشتم و یک زن نقص دیدم، یک دختره که وایم میگه نفرت داشت و یا شرط مون امی کارچه را زهر آلود میکنی، قفس سینه محمد پاره میکنی، من عروسی تو هست. عاشق است دیگه. کارچه را زهر آلود کرد، میگه مجلس در آمدم، حضرت جان میگه مثل شمع بود، صحابه ها مثل پروانه گردش دور میزدن. من موقع خلوت نیافتم که کارچه را بزنم. حضرت جان میگه از بین امو برآمد، طاقه به طاقه مونده مردمان. میگه من میگه بی فکرم چی است و حضرت جان بی فکرش چی است. هر دون یک بار خوردن، گفت که جوانی زیبا چه حال داری؟ و دست آورد، میگه همونجای من کارچه را بجا کرده بود، میگه دست همونجا ماند و من ترسیدم. میگه گفت لا تخف، نترس. میگه دستش بالای قفس سینه ما بود، لبهاش به دعا مشغول بود. و دعاش چی بود؟ خدایا از قلب این جوان وسوسه شیطنت دور کن و قلب این جوان میلان به سوی اسلام کن. حضرت جان خواستن دست بگیرن، میگه آغوش کردم. حضرت جان دست نگی. چرا؟ از دست تو بوی خدا و جنت میآید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. وقتی بیرون برآمد، اون زن گفت آیا شرط اجرا کردی؟ گفت قطعی من گپ نزن. گفت از زبان تو شیطان حرف میزنه. گفت به آواز کن التماس، از زبان شما گفت شیطان حرف میزنه. گفت نگاه تو دیگه برای من حرام است. لحظه ایمان قبول کرد، چقدر اسلام استوار است. و این روز اجداد و اولاد من و شما مسلمان، اجداد و اولاد من و شما مسلمان. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، این روز نام شما بگیرم، یک بار جگرتون رو تکان میتن. میدونین پیش از اسلام حضرت عمر چقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم ناراحتی آورده است. حضرت عمر میگه از من دشمن سخت بالای حبیب خدا کسی نبود. روز میگه حضرت جان مرا زاره کرد، ای بچه خطا، یه لحظه مرا تنها مون مدره که نماز بخون. نعوذ بالله میگه من روز دیدم رسول الله نماز خونده است، با دیلم گفتم این شاعر بی شعر خونده است، حالا تلفظ نکردم. میگه دیلم قطعی میگه خدا رسول الله میگه می آیات خوان بسم الله الرحمن الرحیم و ما هو بقول شاعر
سخنای محمد سخنای شاعران نیست. حضرت عمر میگه گفتم این فالبین بود، این مرا فهمید. میگه دویم جواب بخون و ما هو بقول کاهن، سخنای محمد سخنای فالبینا هم نیست. حضرت عمر میگه والله گفتم که این مرد کسی از صاحب داره، من فکر کردم الکی جوابا ما گرفته استم. بعد یعنی میگه من 6 سال بعد مسلمان شدم. حضرت علی میگه روز حضرت جعفر هجرت کرد، ما برو آمدم یک کمپی رفته است، گفتم مادر کجا میری؟ گفت عمر مسلمان نشدی زمین خدا بسیار میرم یا سرزمین دیگه. زنک ای صفا حضرت عمر گفت که در پناه خدا باشی. وقتی نام الله گرفت زن ای سفرش گشت آمد گفت مردک جان حیدم بته عمر نام خدا را گرفتیست. گفت زنک خوب ساده قسم به خدا خری با به عمر مسلمان میشه. عمر مسلمان نمیشه. و شب کار دا گرفت، سحر برو آمد گفتن کجا میری؟ گفت یک کس با یک کس میرم محمد میکشم، اولادای محمد مرا میکشن، باقی مانده عربا آرام میشه. صحابه گفت اگر تو مسلمان کشی برو خواهرت بکش، خواهر پناهی مسلمان شدگی است. گفت این تا اوجا میروه من در آبرم رسول الله را بگم که عمر آمده است. وقتی عمر شمشیر در میبرورد از غلاف تا به مقصدش نمیرسید دوباره نمیموند. آمد گفت حضرت جان عمر آمده است. رسول الله پروا ندارم، حیران میشم که از عمر همه تشویش بود. زیرا حضرت عمر همون شب قصد کشتن رسول الله را کرد، همون شب رسول الله این دعا را کرد. رفت به پیش خانه ابوجهل و عمر گذشت، گفت خدایا اسلام مرا زینت بده به احد عمرین، حمید تایدش مسلمان و اسلام مرا زینت بده. گفتن عمر آمده است. حضرت یقین کرد که داشت در حق کی قبوله؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. امیر حمزه رضی الله تعالی عنه گفت خوب عمره میبینیم نیتش خوب باشه، خوب نه که اگر نیتش خوب نباشه پارهش میکنه. حضرت عمر آمدن ایمان آورد. روز حضرت عمر گریه کرد. رسول الله گفت عمر چرا گریه داری؟ گفت حضرت جان همین کارهای پیش از اسلام مرا ناراحت میکنه. گفت کدام کارو؟ گفت خودت میدونی که من مشهور بودم دخترها را زنده به زنده زیر خاک کردم. من 20 تا دختر زیر خاک کردم. 17 تا شیخ دم نیست، دخترای رفیقم 3 تا شیخ من. 3 تاش 2 تاشم پروانه. دخترچه سیما وقتی گرفتم صحرا میرفتم، دخترچه ناز میکرد با پدرش استراحت رفته، گردی ما بازی میکرد. ما قبرش میکندم، خاکا در ریشای ما میچسبید، میومد آتجان گفته ریشای ما را تازه میکرد و نمیدونست که قبرش است. و ماندمش با چیزی وزبین زدمش ناله کرد. آتجان ما چی گناه کردم این معامله را نسبتی من میکرد. هر بار همین جای قصه دا میومد رسول الله چی میگفت؟ اعید یا عمر. عمر یه بار دیگه قصه تا ایسر کرد. همین جا میرسید رسول گفت عمر اگر اسلام قبول نمیکردی آتش جهنم انتظارت بود. و این اسلامی کارایت را از بین برد. رفیق خوب انسان از چه حالت به چه حالت میاره. رسول اکرم 6 تا فرزندش با دست خودش در لحد موندگی. 6 تا فرزند. بچه‌ش ابراهیم 8 ماه بچه که در لحد میموند. حضرت عمر میگه نگاه کردم همین خیلی گریه داره که از پشت حرکت تریریش میبینی. یا صحابه گفت حضرت جان ما را میگه گریه نکن، خودت گریه داری کو؟ گفت خدایا بمبری. گفت در روز ماتم مادر دیگه این 6م فرزند من در لحد میموند. من دیگه آبای دیده من نمیتونم قپیدم، من دیگه قلب من قپیده نمیتونم. لیکن من سخنی نمیگم، ای سخنی من خدا خفه شد. و بخی گوش همون کودک دا گفت که ابراهیم جان حال خدا میپرسد بنده ای که هستی و امتی که هستی و کدام دین ده هستی. وقتی گشت نگاه کرد عمر گریه داره. گفت عمر چرا گریه میکنی؟ گفت حضرت جان خدای کودک بپرسه مرا میمونم، اگر خدا مرا بپرسه من چی جواب میدم؟ روز رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عمر هم خیلی با علم تماشا میکرد. گفت حضرت جان مرا چی علم قد تماشا کردی؟ گفت عمر همین فکر دارم که روز تو میبری و رفیقات زیر خاکت میکنن تا قمه مونند میآیند تو را او دو پرسنده میپرسه تو چی جواب میداده باشی؟ من همون فکر دارم. حضرت جان گفت همین عقل دارم خدا دوباره ما میته. گفت بله. گفت با همین عقل شناختمش با میشناسمش. حضرت جان گفت عمر من میدونم تو چی جواب میدی. گفت چی؟ گفت همینجا تو را میپرسن خدای تو کی است؟ تا او را سوال میده اول خودتون بگین که خدای شما کی است که میگین مرا میپرسن. روز حضرت عمر پیامبر دست خفید. گفت عمر مرا دوست میداری؟ گفت بله حضرت. گفت مرا زیاد دوست میداری اوتتا؟ گفت شما را اوچت هر کسی را میگفت. آخران مرا زیاد دوست میداری یا خطا؟
حضرت جان من خمایت زیاد دوست میدارم. گفت حالم ایمانت کامل نیست. بیرون برآمد بچهش تشویش. گفت آتا جان چرا تشویشی؟ گفت رسول الله میخواد سوال دادم میخواد جواب دادم. چرا؟ گفت آتا جان نگفتی رسول الله تو را زیاد دوست میدارم؟ بچه‌م گفت ولی این نفس ما دو سوال میکنم. ای نفس خطاب، ای نفس عمر، تو پگه پیش خدا میری به عملای خودت میری و به شفاعت پیامبر؟ گفت آتا جان نفس چی؟ گفت نفسم گفت من به عمل عملایت نیستم، من به آرزو و شفاعت پیامبر پیش خدا میرم. و دویم سوال گفتم این نفس تو زیاد محتاج به من یا پیامبر؟ گفت نفس چی؟ گفت نفسم گفت که ای عمر از تو هم زیاد محتاج به پیامبر. دوباره اومد دستی پیامبر قپید. حضرت جان گفت از خودم دام تو برای من عزیزی. حضرت جان گفت عمر نو ایمانی تو کامل شد. حضرت جان با کارچه زدن، نگفت در کجا با کارچه زدین منو. بچه‌م گفت همین آدمی مرا با کارچه زده ببینین مسلمانه یا کافر. پدر گفت فرقش چی کشنده مسلمان باشه؟ گفت ببینین. دیدن گفتن کافر است. گفت الحمدلله. گفتن چرا تو الحمدلله میگی؟ گفت اگر کشنده من مسلمان میشید خدا عذابش میداد. من نمیخوام برای من یک مسلمان عذاب بکشه. من نمیخوام برای من شده امتی